اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله و خدا شکر بیادت که در این روز مبارک جمعه الله سبحانه و تعالی دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید. در این روز مبارک حج المساکین الله سبحانه و تعالی تنی صحت داد، خاطر جمع و فرصت، دل بیغم با شما عزیزان انشاءالله صحبت میکنیم امروز درباره انشاءالله رزق و درباره استغفار انشاءالله با شما عزیزان هم صحبت میشویم. البته عزیزان من، امروز اکثر آدما شکایت میکنند که زندگیم تنگ است، شکایت میکنند فرزند ندارم، شکایت میکنن که انشاءالله خدا خواهد یا که تنگ دست هستم دیگر. امروز به شما معنی یعنی استغفار تا چه اندازه انشاءالله برای ما شما یاردم میکند. البته به شما عزیزان با دقت باشین انشاءالله. شخصی میگه نزد انشاءالله خدا خواهد امامی خدا خواهد حسن بصری رحمت الله علیه میگه اومد و شکایت از چی تنگ دستی خود کرد. گفت حضرت، گفت من گفت بسیار گفت قشاق هستم، تنگ دست هستم، گفت یگان چیزی هست که انشاءالله با من آموزی و من انشاءالله این یعنی عمل اجرا کنم و شاید الله سبحانه و تعالی یعنی زندگی من خوب کند. یکی دیگر آمد میگه دو کس دیمشم میگه درباره قشاقیش انشاءالله خدا خواهد کم بغلیش میگه شکایت کرد. گفت حضرت، گفت من الله سبحانه و تعالی گفت خیلی قشاقم کرده، کم دستم کرده، گفت چیکار کنم یگان چیزی هست من آموزنی، گفت شاید گفت الله سبحانه و تعالی زندگی من گفت خوب کند. یکی دیگر اومد گفت ادعو الله ان یرزقنی ولدن. گفت ای گفت حضرت، گفت شما بسیار به حق رسیدگی انسان هست، یک دعا کنه من فرزند ندارم الله سبحانه و تعالی گفت من فرزند دار کند. گفت از روی فرزند شکایت کرد. امروز چندین برادرها هم نزد ما میآیند شکایت میکنن که فرزند نداریم. میگن حضرت یک دعا کنه، یا که در جمعه ها در یعنی نمازهای خدا خواهد 5 وقتها میآیند بعضی بچه‌ها با چشم گریان با آب دیده، بعضی دخترها آمده سادیان دخترها که یعنی حضرت فرزند ندارم، شاید که یک دعا کنه یا که یگان چیز باشد که الله سبحانه و تعالی برای من انشاءالله فرزند عطا کند. یکی دیگر میگه آمد شکایت کرد، گفت حضرت، گفت چندین وقت هست گفت میوه هام نمیگیرد، یعنی باغ دارم، گفت باغم گفت میوه نمیتید. من بعضی ما شما هم شکایت دارن خدا خواهد چیز زردالو کردم چند سال است نمیگیرد، چیز سیب کردم میگه نمیگیرد. یگان گفت چیز باشد که با ما تعلیم تی حضرت انشاءالله خدا خواهد یعنی حسنی بصری رحمت الله علیه از سورت نوح از آیت 10 تا 12 تلاوت کرده به این عزیزان انشاءالله فهموند که خداوند سبحانه و تعالی در سوره نوح آیت 10 تا 12 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. صدق الله العظیم. از این خدا خواهد آیتی بزرگ 5 چیز انشاءالله حسنی بصری رحمت الله علیه اثبات کرده به این انشاءالله خدا خواهد انسان ها داد. یکم خدا گفت یعنی این اصل این آیت عزیزان من در دورهای حضرت نوح علیه السلام 40 سال قحطی با وجود می آید. دورهای حضرت نوح در دوام 40 سال یک قطره بارون هم نمی بارد. می آیند پیش حضرت نوح میگن آخه نوح خودت پیغمبر هستی، یگان دعا کن
حضرت نوح گفت وقتی که خدا به من آن امرهایی که مونده است اگر شما بجا بیارین انشاءالله چیکار میکنین؟ گفت الله سبحانه و تعالی برای شما باران میتید. و این آیت میگه در چی الله سبحانه و تعالی به حضرت نوح علیه السلام نازل کرد. یک کن خدا خواهد بهش فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. پس گفتم میگد که با پروردگار طلب کنین از پروردگار. چی را گفت؟ یعنی گناهاتون مغفرت شد طلب کنین، چون که الله بسیار چیه؟ انشاءالله خدا خواهد مغفرت کننده. اما قوم ها را گفت که حضرت نوح یکم خواهی که الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد زندگی شما را مشقتون خوب بکنه از خداوند انشاءالله استغفار طلب کنه. گفت یعنی استغفر الله گویه گفت. ببینید و یرسل السماء علیکم مدرارا و بر شما گفت از آسمان گفت خدا حق سبحانه و تعالی بارانی گفت انشاءالله خود ریزان گفت میدیه گفت اگر شما طلب استغفار کنی، یعنی از گناهات و پشیمان شده مغفرت طلب کنی. گفت یکم برای شما گفت الله سبحانه و تعالی چی میتیه؟ بارون میتیه. گفت کسی که خواهد که در قوم انشاءالله گیم که همون جمعیت اگر بارون منقطع شود میتونن همون قوم ها فقط استغفار طلب کنن انشاءالله خدا خواهد. عزیزان من دویم گفت خدای تعالی گفت یعنی خواهیم دیدکم بی اموالین. خدای تعالی گفت به سبب استغفار گفتن مالهای شما را زیاده میکنه. اگر بیزنسمن باشی، تدبیرکار باشی، سوداگر باشی، چیکار کن نکن برای خدا خود برکه این مال، برکه خدا خود زراعت، برکه انشاءالله خدا خود باید که از الله سبحانه و تعالی چکنی دائم استغفار طلب کنی انشاءالله خدا خود. بینید والبنین کسانی که بچه میخواهند فرزند ندارند، اگر کسانی که بچه بخواهند باید که اینها هم چکار کنند؟ از خداوند استغفار طلب کنند انشاءالله خدا خواهد. استغفار چی است؟ طلب مغفرت گناه انشاءالله خدا خواهد. بلکه خطا کردن، گناه دارن، یگان گناه های سخت دارن، از این گناه هاشو چکار کنن؟ توبه کنن انشاءالله الله سبحانه و تعالی انشاءالله فرزندشو میتید. طلب استغفار کنن، دائم استغفار کتی باشن انشاءالله. کسانی که شکایت کنن که باغامون نگرفته است، زردالامون نداده است، سیبامون نداده است، اینا هم گفتن چی؟ و یجعلوا لکم جنات، برای شما گفت باغاتون گفت سبز پوش میکند، باغاتون سیر میوه و پر میوه میکند اگر شما طلب استغفار کنید. گفت ببینید گپ در کجاست؟ استغفار ببینید فایده شه. و یجعلوا لکم الانهارا، من در اشیار ما شما آب نیست توقیمی. اگر خواهیم که الله سبحانه و تعالی آب برای ما شما جاری کند، این اشیار زمین بالکل باید که استغفار طلب کند. شب و روز انشاءالله خدا خواهد طلب مغفرت گناه کند انشاءالله خدا خواهد. من وعده خداست انشاءالله. الله میگه انهارا را برای شما جاری میکند، بوستان ها را جاری میکند، فرزندان را میتید، در مال و در قشاقی در خانات و دنیا را انشاءالله زیاده میکرد است با واسطه چی؟ استغفار گفتن. عزیزان من در یک روایت رسول الله چی میگن؟ من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حيث لا يحتسب. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. راست گفت پیغمبری بزرگوار. کسی که گفت خوشن لازم داره گفت استغفار گفتن از تنگی ها خارجش میکنه. مبادا اگر در زندگی تو تنگی به وجود بیاید یا که در سر شما یک مصیبت غم بیاید انشاءالله خدا خواهد، غم یکان مصیبت میآید، فرزند تو بیمار میشد، پدر بیدار میشد، مادر یا که خودی همسر تو یا که دیر چیکار کنده کابل است؟ استغفار گفتن در کابل است. حتی که میگه یرزقکم من یشاء، اینن روز خدا میتی از جایی که گمان نداره. کسی که استغفار دائم برای خودش کنه وظیفه کنه. عزیزان من دائم گفته گردن
من پیغمبر بزرگ در روایت چی میگن؟ والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی یوم اکثر من 70 مره. پیغمبر میگه من خودم پیغمبر هستم. ببینید الله سبحانه و تعالی محمد در دو دنیا گناهش گذشتگی بود، لیکن میگه من در یک روز از 70 مراتب زیاد استغفار طلب میکنم. ببینید پیغمبر با پیغمبریش چیکار میکرد؟ در یک روز 100 مراتب توبه میکرد، در یک روز 70 زیاده از الله سبحانه و تعالی طلب گناه مغفرت میکرد. ما نمیکنیم چون که ما گناهمون مغفوره الحمدلله، ما خدا خواهد گناه نداریم. ببینید حتی دیگر روایت رسول میگه که طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى معناش جنت باد گفتگی یکتش. طوبى گفتگی در جنت یک درخت است. الحمدلله کسی که خواه که از همون میوه های درختی جنت انشاءالله برخوردار شود، باید که بسیار بسیار چکا کند؟ دست استغفار گوید. دست عزیزانی من استغفار بسیار بسیار گوید انشاءالله خدا خواهد. هر روز وظیفه کنین، بلکه 100 مراتب 500,000 مراتب در یک روز انشاءالله استغفار طلب کنین. در زندگی تو خرابی ها به وجود نمی آید، در زندگی تو انشاءالله خدا خواهد قشاقی ها به وجود نمی آید. برکت از خاندان ما و شما انشاءالله خدا خواهد نمی رفته است عزیزان من. بینید حتی اینکه میگه در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی رب العالمین میفرماید، میگه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. ای بنده میگفت از خدا اگر گناهت مثل روی زمین باشد، مثل روی زمین باشد، حتی گناهت به آسمون رسدم، اگر میگه استغفرنی از من طلب مغفرت کنی غفرت لك ولا ابالی، من پروا نمیکنم تو را مغفرت میکنم. ببینید این الله مهربان. ببینید چی؟ اگر چند ما گناهگار هستیم عزیزان من، اگر چند گناه داریم، لیکن از استغفار نمونیم. هر ساعت، هر دقیقه، هر لحظه. ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه در کتاب خوبشون آوردن که مبادا از یگان کس از زبانش یگان کلمت ناجای جاری شود در استغفار کند، استغفر الله گوید، استغفر الله گوید. عزیزان من ببینید چون که گناه مغفرت میشد. ما اگر مادامی که یک گناه میکردیم عزیزان من، ما 2 تا فرشته داریم کرام الکاتبین، حالا بالنگی که لوجدت فی صحیفتی گفته شده است. همین صحیفه که ما شما نامه اعمال میگیم روز قیامت در دستامون داده میشود انشاءالله. این نامه اعمال میگیری، این دل است، این دل که پیش الله میره انشاءالله خدا خواهد. همین دل اگر در دل بسیار استغفار باشد انشاءالله خدا خواهد. ببینید میگه توبه جنت برای وی انشاءالله خدا خواهد میوه های جنت برخوردار میشود خدا خواهد. این صحیفه را پر از استغفار کنیم. مادامی که ما استغفرالله میگیم، اگر از زبان که جاری که شد، این 2 تا فرشته کرام الکاتبین طرفی راستنگی ثواب می نویسد. این کامرا الهی است، این طرفی چپنگیش گناه تا نیسته می رود. این طرف راستنگی کرام الکاتبین، چپنگین در راهبر است. اگر مبادا در روایت ها می آید اگر بنده یک گناه کند، طرف راستنگی می گفت 7 ساعت توقف کن، ننویس گناهش، اگر یک بار استغفر الله گوید. ببینید 7 ساعت پایسته میستاده بیچاره فرشته که شاید یک بار پشیمون شود، یک بار گوید که استغفر الله من گناهش ننویسم. بسید خدا مهربانه. ما خود بنده ها ظالم هستیم، چون که الله سبحانه و تعالی هر روز ما شما را التماس میکند. من خدا هر شب آسمانی دنیا میفراید، یک تا نداش میفته که کسانی هستند که از من طلب استغفار کنند، من گناهاش نگذرم. ببینید خدا هر روز آسمانی از دنیا می آید. ما خدا داریم انشاءالله خدا خواهد.
الله سبحانه و تعالی میشنود شما را صداتون، میشنود شما را میبیند هر یک لحظه. یکتش شاید نفتش یگان کس از خوابش بیدار شود و یک بار استغفرالله گوید، من انشاءالله خدا خواهد گناهشم مغفرت کنه. ببین خدای مهربانه. لیکن ما در خیالمون نیست، در پینکمون نیست انشاءالله، چون که تمامی غفلت، تمامی انشاءالله فساد و کینه و عداوت قلبهای ما شمال پیچیده گفتگی است. مثل زرپیچک، نه مثل سرپیچکی حتی به یادت نمیاد گناه میکنی، به یادت نمیاد که بس استغفار کنم. بینین نمیگوی عقل انشاءالله. بینین میدانین برکات چی میبرده است؟ پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و 3 گناه باعث کم رزقی ما شما میشده است. کسی که 3 گناه کنه رزق الله سبحانه و تعالی کم میکنه است. عزیزان من، یکی همین چی است؟ زنا. عزیزان من، کسی که انشاءالله خدا خواهد زناگر است، الله سبحانه و تعالی از یعنی رزقی وی حتی عمری وی برکت میگیره. عمرت کوتاه میشود، از عمرت، از خاندانت، از روت، فیض و فتوحت انشاءالله سیمای صالحین همش. چون که پیغمبر میگن که از زنا یورث الفقر، زنا میراث میاره برای شما کم بغلیه. نه، زنا ریشش عاقبت خاری است. زنا انشاءالله درجش عاقبتش چی است؟ انشاءالله خدا خواهد کم بغلی است، بیماری است. خیلی بیمار میتید عزیزانی من. خود نخود زامین نشو. الله سبحانه و تعالی ندا میکنه پیامبر که ای گفتن جوانای امتی من، شما خاندار شین، چون که خاندار شدن شما را از چی؟ زنا، از انشاءالله رای فساد میداره انشاءالله. بینین پیامبر اسلام التماس داره ما جوانا را که اگر خود کنترل کردن نتونی چیکار کن؟ خاندار شو انشاءالله، به نکاح صحیح انشاءالله یک زندگی استفاده بر مرحمت انشاءالله برای شما حلال است انشاءالله خدا خواهد. لیکن التماس و این زنا خدا خواهد هرگز نزدیکی نکن. دیم انشاءالله خدا خواهد برکت از خاندان میبرده است کسانی که زکاتای مالشون نتیان. عزیزانی من، کسی که زکات مالش در همین دنیا ادا نمیکند، الله سبحانه و تعالی از زندگیش برکات میبردارد. کسی که زکات میتید انشاءالله با چندان بای میشود. الله سبحانه و تعالی در عمر تو، در مال تو، در رزق تو، در همه چیز تو با تو فعل دادن زکات الله سبحانه و تعالی انشاءالله برکات میتید. عزیزانی من، بینین سیومش برکه میروندگی سودخوری، پرسنت، مالی کس. عزیزانی من، حرام خوردن رزق و روزی ما شما را میبرده است. عزیزانی من، از این 3 خدا خواهد وید همه انشاءالله بترسیم، همه انشاءالله خدا خواهد به زنا نزدیکی نکنیم، همه انشاءالله بیان پر زکات های مالام نتیم نترس از زکات. زکات جداتی 500,000 میتی در 30 میلیونت جدا بتی 30 میلیون در 500,000. این هیچی نیست. گفته گفه یک با چای خونن هم 500,000 چهار تا جورت خورنده شده. یکی الله سبحانه و تعالی 50 میلیون کرد تا سالگی گردوندت میتیه. مالت نخدا خواهد آفت نمیرسد، در علاب نمیسوزد. اگر مبادا زکاتی پول داده، مبادا خونه سوخته بروم، پولت نمیسوزه. نه یگان کس کشیده میگیرش خدا خواهد، هیچ کس نمیبرش. من عادی میگم کدام روز خانه خودم دوز دور مده است، نعوذ بالله خیر، خانه هم مجاتی پولم خیلی استاده است. چون که الحمدلله من هر سال زکات مال میتیم. من دوملا باشم این برای من یکم مونده فرضه. هر سال ماهی رمضان الحمدلله من چیکار میکنم؟ حرکت میکنم. انشاءالله خدا خواهد زکاتم حساب میکنم. البته خدا خواهد دخلدار جهان ده انشاءالله خدا خواهد اداش میکنم. کافته است مجا تیر پیت کرد است یکی پلیس داده است. قسمی بیگا بود، شب خانه را گفت زنک امروز یگان چیز کافتی مردک، مادمی چی نکافتم. گفت بیام هم جا تیت پیته کدام بچه ها شکارش است وی کلان سال نیست لیکن اینا. لیکن الله سبحانه و تعالی استاد است پول. بینین
انشاءالله کسی زکات میتید هیچ جات پول گم نمیشود خدا خواهد انشاءالله. بینین الله سبحانه همین خیلی خدا خواهد چی دارد؟ قدرت دارد انشاءالله خدا خواهد. بینین برای این خدا خواهد انشاءالله. بینین رزق را یک حضرت خدا خواهد یک مثال آوردن حضرت. بینین یک آدم دائم دعا میکرد است پروردگارا من ده از یعنی رزق بخواست. رزقی یعنی بغاس گفتگی کلمه عربی زاغ بچه میگفتیم. همین زاغ بینین رزق بینین چنان خدا میرسونه. همین زاغ وقتی که بچه میبرارده است در حالت همون بغاسش سفید میشید است. سفید که شود نگاهش نمیکرده است. ای دور دیده این بچه من است میرفته است. خدای تعالی بینین همون بخواسنده چی میکره؟ الله سبحانه و تعالی یک بو پیدا میکره. بینین این رزق بینین الله بو وقتی که بو در اطراف پهن میشده تمام حشرات ها مرچه و پشه و برای خوردن این میومدن این بس که خود اثر میکره. بینید خدای تعالی رزق بی همون بخواست تا یعنی پشم براده سیاه نشیده شد اچش نگش نمیکره. لیکن الله سبحانه و تعالی چی یک طبیعت بونا که در بدنش پیدا میکره الله سبحانه و تعالی چیکار میکره؟ تمام حشرات و قبضه خورده زندگی میکره. بنا الله بی رزق نبینید. برای من شما غم روزی نخیره انشاءالله خدا. گفتی حضرت بزرگان کی غم روزی مخور مزن اوراق دفتر را که پیش از طفلی خالق پر کند پیستان مادر را. همین بین خدا خدا در پیستانی همین همسراتون بینید اگر حامله دار باشد 1 گرم شیر نمیشود. 1 گرم هم شیر نمیشود. وقتی که فرزند که در روی زمین اومد از رحم مادر که به زمین که فرمد الله سبحانه و تعالی 2 جوی شیر پیدا میکنه. همسرات سوال داده بینید این چیزه. بعدی به دنیا اومد چکار میکند؟ الله سبحانه 2 جوی شیر از بین تمام گوش های حرام برآورده سفید کرده شیر برای شما داده است. از غم روزی مخل میگد مزن اوراق دفتر را که پیش از طفلی خالق پر کند پیستان مادر را. بینید حال کودک خدا خواهد خالق انشاءالله چکار میکند؟ پیستان مادر انشاءالله پر میکند. الحمدلله. بینید الله سبحانه و تعالی یک صفت رزاقی دارد. رزاق است انشاءالله. غم روزی را خورده بسیار در جر و جور نزن. بسیار در جر و جور نزن خدا خواهد انشاءالله. همه الله نصیب کردگیش میشود. اگر میگد بزرگان که با زنیم الله دادگیش میشن. چون که رزق ازلی خدا خواهد انشاءالله در رحم مادر بودگی نه رزق شما نیسته میشود. خودتون بسیار حال جوان عذاب داده سی باور میکنه من رحم میآید 10 سال و 5 سال و 20 سال است در شهر روز کارای وزمین مثال نگی خورده ایت 1 بریده نان میخوری یا نمی یک بار زدی اومد یا 5 سالک بیستم اینجا پیش یک بچه کچاد خدا خواهد انشاءالله. این رزق بینیم حضرت سلیمان علیه السلام در لای بحر میگه شیشتگی بود تارت کنی برفت. یک محل یک مرچه را دید که میگه با یک مشقت میگه یک دانه گردم بزور کشور کرده و ماست است. گفتیم که جامعه باشد؟ گفتیم چه بحر باشد؟ این طرفی آوا دیده رفته ساده. گفتم یک سیر است استاد میگه نگاش کرد که اونگه مرچه میگه نزدیک همون میگه دریا رسید میگه همین نزدیک میگه یک شلفه زند اگر آب میبرش. همین حال میگه یک باره میگه در این بار یک قورباغه میگه پریده اومد رسیده میگه نزد مرچه اومد دهان شک شد مرچه همون دانه گندم که میگه سوار شد در نی قورباغه دور مد میگه قورباغه در نی بحر میگه خشزت پریده برفت غایب شد. گفت حضرت سلیمان گفت بیس که یک سیر است. گفت شیش میگه دیگه همونجا پایستش میگه چه وقت بعد میگه با همون قورباغه پیدا شد میگه زده اومد میگه اومد و میگه مرچه دهان سر داد و با درنی آب دور مد برفت. بعد گفت مرچه بیس گفت چون که حضرت سلیمان حیوان ها که همه زبانی پرنده ها رو میدونیست. گفت تو کجا رفتی؟ گفت من دیدمت که مشاهدت کردم یک گندم بزرگ کشه کسی. گفت که سلیمان گفت علیه السلام میدانی گفت در همین درین بحر یک سنگ است. گفت
در درنی همون سنگ گفت الله سبحانه و تعالی یک کیرمه که پیدا کرده است همون کیرمه باشد کور است، چشماش عاجز است، لیکن روز که هوای خدای تعالی در عهده من دادگی است. من هر روز یک مرتبه یک دانه گندم برده در پیش وی مونده میام. این نبی حضرت امام نبی گفت این رزق گفته آدما غمی رزق گفته چیکارا میکنن در درون بحر الله سبحانه و تعالی چیکار کرده سودش و این روز رسونده سوده عزیزان من. میگه رابعه ادویه بود عزیزان من، یکی از انشاءالله خدا خود عزیزان خدا خود زن بود، یکی از بعضی من مردکان اعتقاد زور بود، با قوت بود، با خدا باورش بود. میگه یک مرکند هم خشتن، میگه تمام زنها میگه با شکایت اثر کردن، ای قاطی شد، ای روغن آزم میگن که روغن قیمت شد، ارد قیمت شد، گوشت قیمت شد، فلان شد، همه میگه و شکایت کرد و بعد نوبت میگه رابعه ادویه نومد. گفتن شما حضرت یگان گپ نمیزنید؟ من یک گپ میزنم. گفت گوش که گفتم بته شما تکشا گفت زنهای خوب گفت اگر گفت خدای تعالی گفت همین زمینه گفت زمینه آهن که نگفت تازه آهنش که نگفت از آسمان گفت بر جای باران گفت سنگ باره. خوب گوش که نگفت از آسمان گفت بر جای باران سنگ باره گفت. اگر همین تمام دنیا رو بدگی آدم ها بچه من باشه من همه کم رزق نگم نمیخرم، چون که خدا وعده کرده است ان الله هو الرزاق، خدا خودش یه رزق رسونه. حتی در قرآن میگه که استعیذ بالله مر اهلک بالصلاح لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة لمن اتقى. ای بندگانی من عائلت زن تا بچهات دخترات همش به نماز امر کن، نماز بخونن عبادت کنن. لا نسألک رزقا، ما ایت رزق نمیپرسیم، ما ایت رزق نمیپرسیم، ما تو نرزق میتیم. نحن نرزقک والعاقبة لمن اتقى، آخرت گفت از پرهیزکاران است. ببینید خدا فرموده است که بچت می دختر داری می چی در زیر دست داری به نماز امرش کن نمازاش خونه، ما از رزق نمیپرسیم، ما رزق میدیم. ببینید نزدانی من این وعده خدا است. الله سبحانه و تعالی حقه، راست گفت خدای بزرگ. همه دنیایی که می آید عزیزانی من بر رزقش است ان شاء الله خدا خواهد. من انسان اگر الله اراده فرزند کند 120 روز فرشته ارحام بچه‌دان فرشته می شود، می آید میگد در همون جا چی بچیک است چی دخترک است خدا می سازش. ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میگه خدا صورت میبندونه در بچه‌دان های مادراتون چقدر که بخواه، خواه نر خواه ماده خواه سیاه خواه سفید، این انجینیرش الله هست. همون جا نمیگه 4 چیز زمین ایستانش، یکم عمرش چند قمر میبینه 80 ساله می 70 ساله می 1 ساله می. دوم میگه رزقش دیده می رزق ازلیه، رزق نیسته میشه در همون خدا خواهد انشاءالله در شکم یالی مادرت. سوم میگن نیک بختیش، چهارم بدبختی. یعنی چی میگن تقدیرات میگن عزیزان من. 4 چیز نیسته می شود، بعد جان در بدن انسان در اومده می شود، از همون ساحت سر کرده او خدا خواهد او جوان حرکتی ترددی پرشده نمیکنه در الحمدلله. بینین یک تشی بوده است رزق بوده است عزیزان من. برای همین رزق انشاءالله غمش بسیار نخری، غمی دین نخری انشاءالله خدا خواهد. غمی دین است، همه غم ها فروتر از این است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است، هیچ کس در دنیا زنده جاوید موندگی نیست خدا خواهد. غم دین نخری انشاءالله، غم آخرت نخری، غم دنیات نخدا کفایه میکنه انشاءالله خدا خواهد. انشاءالله هیچ کس خدا خواهد بیرس نیست. مقصد در چی است خدا خواهد؟ یعنی حرکت کنه انشاءالله خدا خواهد. برای رزق در کتاب یعنی سودا میارن که هر یک دکه انزل علیک رزق، یعنی دستاتون جنبونه الله رزق نازل میکند.
حتی سوره جمعه نمیگه خداوند استعیذ بالله و اذا قضیتم الصلاه فانتشروا فی الارض. اگر نمازاتون که ادا کرده در مسجد یا باش نزن، از پی رزق چیکار که با حرکت که سوداگری می دکانت بره، کارگری می کارخونت بره ان شاء الله خدا خواهد، دهقانی می با تا نماز عصر دهقانی تک ان شاء الله خدا خواهد، سودا تک کار تک شغل دستات جنبون. الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ بعد رزق ما شما به یک سبب کتی البته ان شاء الله خدا خواهد مهیا میکند. لیکن گدا نشو خدا خواهد ان شاء الله، بیکارچی نشو. حدیث پیغمبر است ان الله یبغض الشاب الفارغه. خدا جوانی بیکارچی میگه بد میبینه. جوانی که دستش کار میآید، هنر میآید و خو رفته خدا خواهد ان شاء الله از مردم و از گیم که دیگر جاها امیدی خدا خواهد وای کند وای گناهگار میشود. عزیزانی من نکنین این کار کنین که همه پیغمبرا را بینین، همه ان شاء الله عزیزا را بینین از کسب و کاری دست خودش زندگی میکردن. من ببینین سلمان فارس بابای ما و شما ببینین، سلمان فارس بابای ما و شما کسبش سبد بافی بود، سبد میبافت. ببینین اون سبد چیکار میکرد؟ ما شما نمیکنیم. سبد 3 تقسیم میکرد درآمدش، 3 تقسیم میکرد. یک درآمدش خیر میکرد روی الله کم بغلانده، یک درآمدش الحمدلله نفقه میکرد آیلشنده، یک درآمدش با برگ میخرید است. برای چی؟ با سبد بافتن. ببینین حضرت ها خواب نمیرفتن، عبادت میکردن، مسجد آباد میکردن، خدمت الله هم میکردن، دائم در خدمت الله استوار بودن. با عوض این با چیکار میکردن؟ کار میکردن. عزیزانی من چه ابوبکر بینین، چه عمر بینین ان شاء الله خدا خواهد، چه تمامی همه پیغمبران خدا خواهد بین، همش کسب و هنر داشتن. با بغیر این خدا خواهد فرمانی خدا را میکردن، با روزانه چیکار میکردن؟ با حلال زندگی میکردن، از دست خودشو خدا خواهد آیلاشو میپویستن، آیلاشو میخوندن. عزیزانی من در اینجا وقتم شده است، انشاءالله هوا خنک است، انشاءالله الله فرصت یاد با جمعه های دیگر با شما از آن هم. اینجا 9 تا سوال اومده است و سوال روزنگی هم دادگی هم سوال پر کاملا شدگی نیست، چونکه بعض علم هر که سخن شده تا اینکه صحیحش خدا خواهد نیمیم ان شاء الله خدا خواهد جمعه دیگه حرکت کرده خدا خواهد ان شاء الله صحیحش یافته درباره وریانت بود ان شاء الله خدا خواهد. من چند روز از صحبت هم کردم با کتابا خدا خواهد ان شاء الله هر نمود فکر از بعضی میشه بعضی نمیشه بعضی وای تا اینکه خدا خواهد صحیحش نیم، چون که پیش الله نم گناهگار شدن است. خدا خواهد ان شاء الله این جمعه اگر خدا اینجا با 8 سوال گرفتگی است، چون که وقت گنجایش نمیتیاد، همین عیناً دفعه دیگر سوال جواب میکنیم خدا خواهد ان شاء الله 9 تا سوال تو باید علاوه شود. اگر ان شاء الله این سوال زیرینده خدا خواهد حرکت کرده دفعه دیگر ان شاء الله خدا خواهد جواب میتیم. یک برادر خدا خواهد ان شاء الله مادر شو و برادر شو خدا خواهد امروز حجی سفر رفتیم به یک چند ان شاء الله برادر رو گفتن یک خدا خواهد نماز نه ان شاء الله دعا کنن پروردگار همین خدا خواهد برادر و همین مادر البته خدا خواهد ان شاء الله حجشون حج مقبول حج مبرور کند الله سبحانه و تعالی. تمامی حاجیان امروز الحمدلله امکانیت هست الحمدلله برینک خدا خواهد حج رفته البته حج اجرا کرده بین ان شاء الله خدا خواهد. خدا امروز فرصت داد است خدا خواهد الحمدلله. من جناب عالی خدا خواهد ان شاء الله خداوند من خدا خواهد محبت چه به اسلام و من اینکه با مکه مکرمه رفتن الحمدلله چندین مکافات آوردن. یکیش خدا خواهد زیارتی چی است الحمدلله خانه بیت الله هست. امروز در جوانی تو کرا گیره ان شاء الله پگه بعد پیر میشه پگه بعد پشیمون میشیم افسوس سود نمیکنه. همین اکثری پیرکیا امروز هم قطعی صحبت داره میگن داملا جان هم در جوانی خوب بده است، چون که جوانی چینی خودش خدا خواهد عمل میکنه. پیر با بیچاره چینی خودش ان شاء الله خدا خواهد برای همین حرکت کنه ان شاء الله در همین جوانی عبادت ها کرا گیرین. یه سوال یک برادر پلیساس آوردین یا دیگر در ان شاء الله خدا خواهد سفری زیارت دیگر ان شاء الله دعا کنیم پروردگار همین برادر خیر احسانش نه بازرگاه قبول نمایی سایبانی آخرت بگردانی و سعادت دو دنیا الله سبحانه و تعالی اله واحد بگردانی. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.